در حضرت ولو اشتراک کردم. همین یک جوانم در پشتورش میگه یا سبت در گرد خونه خیلی طواف میکنه در اون ازدحام میگه حضرت پرسیدش که چی است تا سبت بیرون نموندی جون تغام دو در این زحمه مقصد یه سری عرقه گرفته چی دوری در سبت؟ بعد یا رسول الله مادر مای وقتی شنیدم این مادر که شما مقصد از می سفر حج دوره آرزو کرد که ای کاش که من میتونستم رفته و مقصد همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خود خانه خدا زیارت میکردم. همین سبت براش درست کرده میگه اینم در پشتورم گرفتمش ای مدینه منوره آورده گیرمش. یا رسول الله اوی من همین حق همین مادر را ادا کردم. حضرت گفت لا ولو بزفرة واحده. چه جون گفت تو حالا یک آهی که مادر در سر گهواره‌ای که در شب کشید که همون را انجام داده میستی چی برسه به او خدمت‌های دیگر واقعا این مادر یک رحمتی پروردگاره یک عطای خداونده. خشا به حال کسی که همین پدر یا مادر در میوه و خدمتشون هم میکنه دست پا چکاشون هم میمونه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. همین خیلی شیرین زیبا و با همین تشبیه استعاره‌ای که خداوند متعال ذکر کرده از خدمت فرزند مقصد فروتنیش در پیش پدر و مادر بخل و قسم در تاریخ بشر و خیلی تا چیزا نظیر ندارد. وقتی که قرآن اروپایی با زبانشو میخونن شایستهشو میکنه این خیلی زیبا این خیلی خوشرو این خیلی کامل که خدای تعالی بیان میکنه صراحتا در قرآن میگه در پیش پدر و مادر واخفض لهما فروتن بگیر جناح الذل من الرحمه. اوهی همین بچه را دیده که مسکولش دم کردگی زندگی همین اوخی همین وقتی جوانی یک شعبه دیوانگی در یوشی میگه که دنیا را کلید میکنم در چشمش دیگه هیچی نمیتوه آن همون مسکولو را در پیش پدر و مادر میگه شکسته بدار فروتن بگی قومت کجله بگی در پیشش بعد چی گفتی؟ آتا چه خدمت کنه؟ ناشگرش در یک ماه یک بار میروم چه خدمت کنه؟ اوخی خدمت بسیاره نیکی خدمتگار در کل خدمت هم کنه چه خدمت کنه؟ خدمت همه که مقصد نفقش هم محایی رو که هم عذاب نکشم خدمت همه که در طور سرش باش در بیماری و اگر یک چی کشید بگی بر دخترش بر امکانات براش فراهم بیار خدمت همه که بگی برش خطیتونه خونه خدا را زیارت کنه امروز دیگه در سبت در پشتوره نمیبریش سمالیات میگیره میبرش در اونجا زمین زمان همه عرابه گرفته است بخوای برای مگزین بخر بخوای اجاره بگی مقصد که خدمت شد بکن و قل رب ارحمهم کما ربیانی صغیرا همیشه در حق شده دعا که میگه پروردگار رحمت و مغفرت به پدر و مادر مرا که یوم خورد بدم کلون کردن یک عذاب و مشقت کشیدن جوان سر از راه مادر بتافت دل دردمندش و آذر بتافت. یک بچه میگه گپی مادر اگر بود او بچه‌های پیشینه رنگی بچه‌های ابلهی نیست که کشتنی مادر را بگیره و برای زن شده مادر شلت و کوب کنه دشنام حقارت کنه عجب یک زبان نزدی نفشی و پرورش نزدی همین بعضی روزو سوال میشه بانتری دنبلا همین و چم قطعی همین زنم سوز نمیگیره خیلی کنیم با ما میپرسم میگم که عیبی کدو میشه همین باور میکنه و خدو قسم 99 فویسش میگن که عیبی او چم یک فویس جوان مرد هست که حقیقتا میگه عیبی بیزنه کرد این همین 99 فویس میگه که عیبی او چم اومد این ناشویه چم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه این اعظم الناس حقا علی الرجل امه از همه حق بزرگتر در ذمه مرد مادرش دارد و علی المرأة زوجها در بالای زن شوهرش یکی در بالای مرد از همه حق بیشتر مادر دارد. جوان سر از رأی مادر بتافت دل دردمندش به آذر بتافت چه بیچاره‌ش پیشش آورد مهد بیچاره کمپیل دیگه زورش نرزاخی چیکار کنه وقتی دید که گپ گردونی میکنه و گپ گوش نمیکنه رفتم اون گواره ای را که همین بچه را کلون کرده بودم رو آورد در پیشش ماند چه بیچاره‌ش پیشش آورد مهد که ای سست مهری فراموش عهد نه در مهد نیروی حالت نبود
مگس راندن از خود مجالت نبود. گوه جوانمر آخه تو در همین گواره خواب بدی گیخت تازه کرده نمیتونستی، سیبت تازه کرده نمیتونستی، یک پشه را ای خود رانده نمیتونستی، تو نمی اومده بالا تبار نمیکردم و پشه را نمی راندم. تو آنی که از یک مگس رنجه ای که امروز سالار سرپنجه ای، تو همونی هستی که زورت به یک پشه نمیرسید، اکه امروز جوانمر چی ده سویت غوثی ده به حال رسی باز در قعر گور که نتوانی از خویشتن دفعه. حتما اگر کارت همی باشه و من از تو راضی نشوم در قعر گورم به حال میایی که با اونم مور و مار و کجده میاین اعضای بدن تا میخرن زور نمیرسی هم او را پیش خیال بکنی. این ایشان قوی ربی خدا برکت شده با همین نام مادر شگری بعد گفتیم که ایشان رو سعی میکنیم بیاییم. گفت مادر دعوت کرده است، مادر دعوت کرده است که بیایید در محفل اشتراک کنید. اگر به خدا ما پیشکی دعوتی بودیم گفتم که ما دیر میشه و تو ایسوسو میکنیم میگه خدا برکتش بده. همین واقعا موقع مسلمان بودن چه اثبات میکنه، امت محمد صلی الله علیه و سلم بدن چه اثبات میکنه. مرد میگن از حضرت صلی الله علیه و سلم اومد گفت یا رسول الله ما حق الوالدین علی ولدهما، همین پدر و مادر در ذمه فرزند چه حق دارند؟ حضرت گفت هما جنتک او نارک، این پدر و مادر برای تو یا جنتت هستند یا دوزخت، یا کلید جنت پروپوسکی جنتن که نمی دنیا در خدمت میکنی دعاشون هم میگیری و روز جنت میرای، یا این برای تو دوزخن اگر به شرطی که از تو راضی نباشن دعای بدت کنن. والله اگر همین شب روز سر از عبادت نبرداری پیش پروردگار هیچی نیست. رضا ربی فی رضا الوالد، خشنودی پروردگار در خشنودی والدین، خشم غضب پروردگار در خشم غضب والدین. و هم الحمدلله همین پیروی امام اعظم ابو حنیفه را ایشان قوری کامل انجام دادست. حضرت جوان بود پدرش مرد اما مادرش بد است. مادرش یک زنک صالحه برای آنکه ابو حنیفه به دنیا بیاید میدونه چی پدر و مادر در کار چقدر پاکیزه و تمیز باشد، خیلی چقدر راستایی چقدر دروغ قصه زنگیری ثابته همه شنیدگی میدونه چی نمو گرفته است. اما به هر وجه صورت اما مادرش فاطمه خداوند رحمت مغفرتش کنه، حضرت مردک کلام بود امام بود، مادرش زنده بود، همین قدر مادر احترام میکرده است به حد متواضع فروتن بده است. یه روز مادرش میگه که همین اگه در همه عصر زمان همین واعظا شهرتی بیشتر دارن در بین عوام و ناس، بیچاره عوام چرا میدونن آخی همیشه در همه عصر زمان همین کسی که واعظ گپ زده شهرتش بیشتره. میگه در زمان حضرت امام اعظم ابو حنیفه در کوفه یک مرد بود به نام عمرو بن زر واعظ بود است، شهرت داشت. میگه یه روز مادرش گفت که بچه‌م همون پیش عمرو بن زر برام. مادر چکارش میکنی او را؟ یاد سوالات دارم بتونم. بعد گفت مادر جون همون سوالات البته یکی ما جواب بگو. بعد گفت بچه‌م عقلکی نکرد تا عقلکی نکرد پیش همون برام همون بگم سوالات. حضرت در خچیر سوار کرد مادر پای پیاده، خودش در اسب سوار نشید، پای پیاده اگه مادر در خچیر با او خاطر سوار کرده است که اسب بلندتره عذاب میکشه. این لجامی خچیر گرفته و با بغداد آخری امام اهل سنت و جماعت این مردک در زمان زنده بودن شهرتیار شده بود. ای هزارها فرسخ مردم مخصوص میرفتن که مقصد که صحبت چه گوش کنم در درسش اشتراک کنم. حضرت مشهور بود که در زمان خودش مشهور به حد بود که پادشاها التماسش میکردن که بیا وظیفه بگی خطیب و کار کن، چی در بنی امیه و چی در بنی عباس. همین میگه در کوفه پای پیاده لجامی خچیری مادر در دستش اومده است. امروز ایزا میکشیم اگر یک ماشین ماتیس باشه یا که ایو باتر تیکو باشه سوار بشه کل مردم چی میگفته باشه. یک محفل خیر به در این طرفی ورزو خوریوی خزاخونه گرفتیم بردیم این واقعی والله علم سالای 2005 با ایوسی یا ماشین لوازی که سوار میکردن. لوازی که میدونه این لوازی زپاروژای
لواز میگن بو بولوش تری چی داشت؟ پلاتکا داشت رو همون موشیده که ما سواریم هم پلاتکا هم تری پرگی و همش خندگی با اومدیم پیش مسجد قضاخانه ایسو اندم شو دکترویه این همی خوری عبدالوهاب شدن با گفتن حضرت مامی صدوزه در کور دوی من خیلی گفتم های که من میگم همین قضاخون برو مدنی حضرت میفرویم همینجا با گفتم چی بایی چکور دوره که خندیدن گفتم خونه بودو ایزو کشیده یک در پیش مسجد شما هم که آدمای بزرگ شیدگیه دیگه که ایلو از ایزپاروژ ایزو کشیده بفرویه که اولی مردم چی میگن اوخی این ماشین برای کار بود کردن برای سواری اینو شگری تو شوه این برای راست کش نیست ایکو حضرت علا بینه با همون خاکساری و تواضع گرفت و برداشت ابر میزر ششتگی بود وقتی حضرت امام حیدر اومد بشه سرش کن دوید اومد دستاشو بوسه کرد حضرت جان اون خوش اومدی من عمل گفت همین مادرم اومده از پیشت چی سوالی داشت است بگو حضرت شما هستی و هیچ خیلی مادرت ای من سوال میکنه خیلی گفت امری مادر وجی ما رو خشکو کنم گفت پیش امری ابن زر برام اینا آورده باش بایی اومد پیش مادرش که مادر جان السلام علیکم چکو کرده چی خدمت کنم با همون سوالاش گفت همه وابسته به حیض بوده است سوالا را داد بعد دیگه گفت حضرت امام این مادر سوال کرده است که این همیشه جوابش چی میشه و حضرت امام اعظم ابو حنیفه جواب را گفته و گفت که حضرت امام بفرمایند که حضرت استاد که این همیشه این مادر گفت میدونه این چی فرزنده ای او مردم خیلی خلاصان و ایگجاها برای پاسخی مسئله را گرفتن با پیش ایران میویم تو نخوا همین فرزنده همین در همین نیست پیروزی مجبورش کنی به همین کوفه مقصد پیاده بیاید این فرزند تو امام اهل سنت و جماعت امام بریم پیش مسئله را حل فصل بکنه میگی خیلی برکت شده ایشون کاری را من میکنه اکی یوش بریم دوملورم همین موضوع بسیار مهم گرفت خودید که معرکه یوشوای زمانی نابو آمده زمان منطقی زمانی نرکشی بوده پرورد کشتونه در سر تو میگیره پدر و مادر اگر خوب باشه خوب بانش میکنی حتی اگر کافر باشه در ذمت حق داره چی برسه با پدر و مادر مسلمان زینهار آواز بلند نکنه حتی خشم غضب تونم کرد کشتونه در سر تو بگیره که اگر همین خدای نکرده همین تیخ کشیده طرف مادر نگاه کنی فرد روز قیامت در دوزخ چشمات چشمایی که تیغ کشیده نگاه کرده که با تیغ آتشی میکنن خدای نکرده صدا تا بلند کردی با یقین بفهم که خشم و غضب پروردگارت بالای سری خودت آوردگی خدمت کنی اگر شما هم فرزندان میشه اگر پدر مادر خدمت کردی انشالله از فرزندت خدمت ببینی ولی همین سینمان میگن که تن یا بچه دولی خیاده تهیه نزایی جمله اولدن دیر نشید است خیلی میگم خدای طولانی یا پیشتر مدادو الحمدلله رب العالمین واقعی من اگه با طریق باید شاید خدمت نکردم لیکن همون به هر وجه صورت در خدمت پدر بودیم پدر را دوست می داشتیم فرمان زدار بودندار بودیم لیکن ما فرمان پدر نمی برمدیم یا وقت ما هم رقیه خون بودم جورا رقیه خون بودم یا شهرت داشتیم همه یک روز یک کسالی را خوندیم اومدیم یک پدرم قطیم بود و قطیم ها خوب میکرده مقصد که شو یک جو بروردن در کار یک کار مقصد دو خوب نمیکردم در پهلوش بودم همه چی خوبی دیدم که همه که داد و فیغان کردم در آب خوب رحمتی را ترسوندم بعد همه بامداد در گفت که بچم وعده بوده که دیگه نمیخوام همه پیش یادت تو وعده بوده که دیگه کسالی نمیخوام گفتیم خلاص اینا وعده داده اینا خدا رحمت کنه پدرمونا 11 سال شد گذشته میشه نه که این وقت همون حیات بس کردم خوندن دیگه نخوندم بس کردم اون فرمان پدر فرمان مادر بعد فرمان خدا و پیغمبر ای همه معلوم است همه پدر و مادر کسی نباشن چی کاره نباشن اوخی ایو برای فرزنداش و ای همه بالا و بالا یا افطریتیتن یا احترام باید داشته باشن کسی میکنه برای خودش میکنه بیرو آباءکم تبرکم ابناؤکم شما در حق پدر و مادرتون نیکی که میگه حضرت نیکی و خوبی را از فرزنداتون میبینید
خداوند خیر دنیا و آخرت نصیب تو بدن. پروردگار محفل تو را محفل خیر بسازه. الحمدلله این جوانایی که توی نمیشه اشتیان آخی سوال و جواب کردن و صحبت شنیدن انشاءالله یقین دارم که اینا در درجه و منزلت دارم که یا در اصل با پا سوارن که جوانی که طاعت عبادت خدا را میکنه همیشه در نزد پروردگار از مستفید توحید قدر منزلتی بالا دارد. در حدیث قدسی اومده است حضرت خداوندی میگه احب الشیخ طایع و حب للشاب طایع اشد. من مستفید اطاعتکار را دوست میدارم میگه خداوند، اما محبت من نسبت جوانی که با وجود جوانیش مقصد طاعت عبادت را بیشتر زیادتر کرد. انا حبیب الله، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم من حبیب الله هستم، حبیب الله و شاب نشأ فی عبادت الله ایضا حبیب الله. و همچنین جوانی که در عبادت پروردگار نشأ نوا بیاید او هم پیش پروردگار حبیب است، حبیب الله است. خداوند حفظ کنه این محفل خیرتون هرگز پراکنده نگردد. خداوند بازم غیرت حمیتون بیشتر کنه. خداوند ایشون قالی هم یک فرزند رنگی بابایی. من همیچ خیلی که خودش خدمت مادرم میکنه فرزندم در خدمتش هم در قایم استوار بداره. در خاندان خودش در خاندان مهمانانش نور و صفا و فیض و برکات نازل. الله اکبر. سلامات باشید. یوزدشی تمام. حضرت جان با خدمت این مردم